فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده بعدی پرسیدن که آیا عاشق کسی شدن که واقعا دوستش داریم گناه دارد؟ عشق دو مرحله دارد. یکی مرحله ای که محبت کسی در دل شخصی می افتد، چیزی که از تصرف او در بسیار حالات بیرون هست. این نقطه جرم نیست بالای او، اما تصرفاتی که بعد از او انجام میدهد، اصلا تا او تصرفات انجام ندهند بسیاری ها اون را عشق نمیشمارد. حرکاتی که بعد از او انجام می شود بر خلاف شرع، همین او گناه است. از قبیل رابطه گرفتن، مصروف ساختن کلی خود با او از ذکر و طاعت الله تبارک و تعالی، حتی از نمازها و از تمام کارهای خیر، گذشته از خدمت پدر و مادر و از دیگر چیزها، تا متوسل شدن به راههای نامشروع، رسیدن به یکدیگر، تماسهای نامشروع و غیر مجازی. یعنی اینجا یایی که برای ازدواج با هم راههای را انتخاب میکنن که با هم یک نوع تفاهمشان پیدا شود، این موضوع جداگانه هست. ما تماسهای عشق بازی و نام فرستادن های عشق بازی و غیره بدون موضوع اصلی، همگی از اینها جزئی از جرائمی هست که میان گناه صغیره تا به گناه کبیره یعنی چیز می باشند، میچرخند و تمام اینها جزئی جرایم است که در و گناهایی است که در جریان عشق و معاشقه به انجام می‌یابد تا اصل محبت که در دل کسی می‌افتد و از صلاحیت اون است. این در ذات خود انشاءالله مکلف یعنی قابل مجازات نیست، اما آنچه که بعد از او خود به اختیار خود انجام می‌دهد و تصرفاتی که برای او از طریق های نامشروع انجام می‌دهد، این چیزی است که جزئی از گناه ها هست. اما یک چیزی در اینجا لازم به یاد آوری هست که از حدیث است که می‌فرماید که ما رأیت للمتحابین مثلا، نکاح برای دو دوستی که با هم دوست هستن، یعنی با عرفی هم بگیریم دو پسر و دختری که با هم محبت میکنن و محبت یکدیگر در دل یکدیگرشان افتاده، دیگه به مانند ازدواج راه حل و دوای خوب برای او من ندیدم. پس بهترین دوا برای این هست که حتی که از مشکلات بعدی و مشکلات بزرگتر هم خانواده ها و هم خود اونها رهایی پیدا بکنن. در صورتی که موانع دیگری نباشد، مشکلات دیگری از بد اخلاقی های یکی از دو جانب یا موضوع دیگری که در اینجا ملاحظه جدی شرعی بوده باشد در میان نبوده باشد، به ازدواج دادن او دوتا و یک جا ساختن اونها با ازدواج شرعی، این دوسیه بسته شود. بهترین راهی حلی هست که هم آینده زندگی اونها خوب می باشد و هم آینده روابط اجتماعی و هم نام و نشان خانواده و عفت آنها. این چیزی است که خانواده ها باید در متوجه بوده باشند و بسیاری ها که به اساس یک نوع عاطفه ها یا که احساسات بگویم، یک نوع احساسات اجتماعی یا قبیله‌ای در زودترین فرصت رو میارن به یک نوع تعاملات انعکاسی و احساساتی بد که هم بر زندگی خودشان هم بر زندگی دیگرها تأثیر منفی میگذارد. از او بگذرند به آنچه که بهترین راه حل هست، به او رو بیاورند
اما باید در نظر بگیرن که دختر یا پسر مشکلی شرعی دیگری اینجا نداشته باشد و مشکل قانونی دیگری در این وسط و شرعی دیگری در اینجا نبوده باشد. وقتی که نیست، محبت در میان آنهاست، بهترین راه او است که با هم ازدواج اونها صورت بگیرد و دوستی یکسره یک دم بسته شود. بهترین راه حل هست و این وصیت مهم است برای خانواده ها که هم خود از مشکل رها بسازند، هم فرزندان و دختران خود.